اینی که خداوند به هر درخواست ما جواب مثبت میده یه تیغ دولبه است، هم خیلی خطرناکه هم خیلی عالیه، که لحظه به لحظه تو بدونی الان چه درخواستی فرستادی. این درخواستی که فرستادی آیا از تو انسان بهتری میسازه؟ شادتر میشی، خوشحالتر میشی، اکتیوتر میشی، جسورتر میشی، مهربونتر میشی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و عشق خدمت همه دوستان عزیزم. خیلی خیلی خوشحالم از اینکه امشب هم خداوند دوباره این توفیق رو نصیب من کرد تا در خدمت شما دوستان عزیزم باشم. امیدوارم که حالتون عالی 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 باشه. ما که عالی 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 هستیم. یه مصاحبه دیدم از یکی از مدیران انتظامی کشور با یک دزد خیلی حرفه‌ای مصاحبه میکردن. تعداد سرقتاش خیلی زیاد بود، اصلا یک عدد عجیب غریبی بود. تعجب میکرد این چجوری تونسته اینقدر دزدی بکنه. و خیلی هم اعتماد به نفس داشت و خیلی هم اوکی و اصلا انگار نه انگار این همه سرقت کرده. یه اعتماد به نفس عجیبی داشت. و این مدیر انتظامی با ایشون مصاحبه کرد و گفت تو چجوری این همه دزدی کردی و تو همه این سرقتات موفق بودی؟ جمله قشنگی که گفت، البته اون مدیر و اون خبرنگاری که با ایشون مصاحبه میکرد همه خندیدن، ولی من خب به چشم قوانین جهان هستی بهش نگاه کردم، برام خیلی جالب بود و دیدم چقدر قشنگ این با آیات قرآن جور در میاد. ایشون گفت من هر سرقتی که میخواستم بکنم قبلش تمرکز میکردم و از خدا کمک میخواستم. گفتم خدای کمکم کن که یک سرقت موفق داشته باشم. و میگفت باورتون نمیشه این سرقتی که من دعا نکردم از خدا نخواستم گیر افتادم. اون رئیس آگاهی و این خبرنگار به این میخندیدن. میگفت تو میخواستی دزدی بکنی از خدا کمک میخواستی؟ گفت بله، من در تمام دزدیام از خدا کمک خواستم و همیشه خدا منو کمک کرد در سرقتام، ولی این آخری از خدا کمک نخواست. خیلی قشنگ بود. به دوستان عزیز گفتم ببینید چقدر زیبا خداوند تو قرآن همین رو تایید میکنه. میفرماید کلا نمد ها اولای و ها اولای من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا. ببینید من هر چی بخواید بهتون میدم. شما تو سرقت هم از من کمک بخوای جواب نه از من نمیشنوی. من به انتخابهای تو احترام میگذارم. تو میخوای بری دزدی کنی ولی توی دزدی خودت اومدی تو فرکانس درست قرار گرفتی. اونجا 100% تو نقشه دزدی تو به سرانجام میرسه. تو 100% نتیجه مثبت میگیری. از اون طرف هم فرقی نمیکنه اومدی یه کار مثبت دیگه انجام بدی، اومدی نمیدونم یه درمانگاهی، یه پولی، یه چیزی برای مردم بسازی، یه کار چریتی خیریه‌ای بکنی، بازم من کمکت میکنم، برای من فرقی نمیکنه. ولی برای تو فرق میکنه. تو یکی از انتخابات یه دفعه منجر به 10 سال 20 سال زندان یا خدای نکرده اصلا اعدامت میانجامه و یکی از دوباره انتخابات این میشه که تا 100 سال 500 سال 1000 سال بعد انرژی دعای خیر مردم پشت سر سفر روح تو قرار میگیره. برای من فرقی نمیکنه. این که خداوند در هر صورت به تو کمک میکنه خیلی نکته مهمیه. در هر صورت خداوند به تو کمک میکنه. فقط این مهمه تو چی رو انتخاب کردی. اون چیزی که الان انتخاب کردی از تو انسان بهتری میسازه؟ بهت حس خوب میده؟ یا به قول قرآن رشد درش وجود داره، پیشرفت وجود داره درش؟ خیلی خطرناکه این آیا. من در هر دو صورت هستم، مثبت هستم منفی هم هستم. کلا نمد ها اولای و ها اولای من عطاء ربک. این صفت خداونده که براش فرقی نمیکنه. معذرت میخوام تو تقاضای مواد مخدر میکنی ازش یا تقاضای یه ارتباط معنوی مثلا با یه استاد معنوی، براش فرقی نمیکنه.
موسی هم از خداوند یه استاد معنوی میخواست دیگه، خدا خضر رو گذاشت تو مسیرش. هیچ براش فرقی نمیکنه. هر چیزی که تو میخوای، ما توی روایت هم داریم میگه اینی که خدا من به فرعون این فضا رو داده بود که فرعون ادعای خدایی میکرد دیگه. میگفت فرعون شبا میاد با من حرف میزنه، به من میگه خدایا یه فضایی به من بده، من دوست دارم رو زمین بر سر بندگانت خدایی کنم. من که میدونم تو خدایی، ولی منم میخوام اینجا خدایی کنم. خدا به فرعون برای خدایی کردن روی سر انسانها هم فضا میده. خیلی زیبا و شگفت انگیزه. در هر دو صورت تو جواب مثبت از خداوند میشنوی، چه منفی بخوای چه مثبت بخوای. پس دقت کن، اینی که خداوند به هر درخواست ما جواب مثبت میده یه تیغ دو لبه است. هم خیلی خطرناکه، هم خیلی عالیه که لحظه به لحظه تو بدونی الان چه درخواستی فرستادی. این درخواستی که فرستادی آیا از تو انسان بهتری میسازه؟ شادتر میشی، خوشحالتر میشی، اکتیوتر میشی، جسورتر میشی، مهربونتر میشی، خودت از دیدن خودت لذت میبری. یه مثال قشنگی استاد عزیز میزد، میگفت اگر بعد از این دنیا فقط منو با خودم تنها بذارن، تو رو با خودت تنها بذارن، بگن تو با یه شخصیتی هم نشین هستی، من به نام سید محمد ارشیانفر، این ارشیانفره بیاد از تو کالبد من بیرون، بیاد روبروی من، بگن تو با این باید زندگی کنی، تو با این زندگی کن. میگفت خودت میتونی با خودت زندگی کنی؟ خودت از خودت حالت به هم نمیخوره؟ نمیگی بابا این چه اخلاقی گنده داری، چقدر بی‌حوصله است، این چقدر بی‌رمقه، چقدر خشکه، چقدر نچسبه. حالم به هم خورد از این. خودتی. ببین اون چیزی که درخواست میکنی از تو انسان شادی میسازه. اون شادی عمیق، اون آرامش عمیق و اون لذت عمیق نشون میده خواسته تو خواسته درستیه. خواسته تو خواسته درستیه. در غیر این صورت تو هنوز تو مدل درخواست کردنت از کائنات هنوز حرفه‌ای نشدی. امیدوارم لحظه به لحظه از خداوند عمیق‌ترین شادی ها رو درخواست کنی. امیدوارم از خداوند عمیق‌ترین لذت ها رو درخواست بکنی. امیدوارم جوری درخواست کردن رو یاد بگیری که خداوند بخواد مثال بزنه، کسی که بلد بهترین ها رو از من بگیره تو رو مثال بزنه و بگی این بنده من خیلی تو درخواست کردن وارده، از من همیشه عالی ترین ها رو میخواد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، بهترین و هر چی داری بده به من، هر چی بهترین داری خواهشاً نفر اولی که مستحقشه من هستم. این قشنگترین نوع درخواست کردن و دعا کردنه. امیدوارم در این شب رحمت و مغفرت روح همه کسانی که سالیان سال گذشته در بین ما بودن و الان سفر کردن، در سفر روحشون هستن، امیدوارم روحشون امشب از این ارتعاش و انرژی خوب ما لذت ببره. خیلی از اونها شاهد و ناظر زندگی ما هستن، خیلی هاشون تو زندگی ما هستن، با اینکه سالهاست رفتن، جسمشون رفته ولی روحشون پیش ماست و انرژیشون هنوز همراه ماست. امیدوارم از سبک زندگی ما خوششون بیاد. امیدوارم ما یه جوری زندگی کنیم که اونا دائما دوست داشته باشن دوباره بیان پیش ما، بگن اینا چقدر خوب زندگی میکنن، چه زندگی خوبی دخترم داره، پسرم چه زندگی خوبی داره. من هر وقت میرم خونه پسرم به روحای دیگه بگه، اصلا دلم نمیاد برگردم، اینقدر خوشحالیشون میبینم، لذتاشون میبینم، پیشرفتاشون میبینم، کیف میکنم. امیدوارم روح همشون شاد باشه. امیدوارم انرژی مثبت همه ما به روح پاک اونها هم برسه. دوستتون دارم. امیدوارم از در و دیوار، آسمون و زمین براتون شادی و خیر و برکت و ثروت و سلامتی بباره. خدا نگهدار.